در مراسم روز صنعت دفاعی از موشک نقطه زن فاتح 313 رونمایی شد. تونستن با کارگیری ظرفیت‌های دانشی، پژوهشی و صنعتی کشور بهترین دستاوردها رو به دست بیارن. و رئیس جمهور هم در این مراسم گفت توان نظامی ما بازدارنده و برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه است. صلح فقط در سایه اقتدار امکان پذیر هست. قهرمانی دیگر در خانواده فاتح دیده به جهان گشود. موشک دوربرد فاتح 313. یارو با کامیون اومده تو محوطه بیمارستان بوق میزنه. نگهبان بیمارستان با بلندگو داد میزنه آقا اینجا بوق نزن، مریض داریم. یارو 2 تا بوق دیگه میزنه، یعنی باشه. بعد نیم ساعت برمیگرده میخواد بره بیرون، 2 تا بوق واسه نگهبانه میزنه. نگهبانه با بلندگو میگه نوکرتم. شده داستان ما 18 سال جون کندیم واسه مخفی نگه داشتن بمب اتم. چرا؟ چون جدی بود. 400 متر زیر زمین تا آخرش لومون دادن. حالا که خودمون میکنیم تو بوق که داریم موشک میسازیم که همه میفهمن کج کم نیست. انگار نه انگار که نظام تو CCU بستریه. بفرما دکتر ما هم رفته مراسم پرده برداری تو محل موشک. آیه دکتر میل داشتم یک گزارش مختصری از وضعیت اونجا بهم بدین. چجورش رو میل داشتین؟ گزارشش داغ باشه یا سرد؟ نه کس اولا بیشی سر جهات بابا اینه گزارشگر خودت حرف نزن. فکر نکن دست هم بهت نمیرسه. مراسم پرده برداری تموم میشه بعد من میمونم و تو و 3 تا نقطه شاید هم بیشتر. دوما اینجا ما رو گذاشتن سر کار با این موشک تکراریشون. همون 110 قبلیه که چین آورده بودن چند وقت پیش دوباره افتتاحش کردن، الان باز دارن افتتاح میکنن. اصلا چند وقت یه بار افتتاح میشه. آیه دکتر خواهش میکنم اینطوری تو سر موشک نزنین، منفجر میشه ها. آخه این موشک همون قبلی است که رنگش کردن. درسته دست دوم چینیه، ولی آیه دکتر باور بفرمایید مال یه خانم دکتر چینی بوده که فقط باهاش بچه‌شو میبرده کودکستان تو کره شمالی و میومده. رنگ خردری متالیک، شاسی کوتاه، مایی یه ته استکان آب کم میکنه. اینم تو رادیاتور بری سرش. یه باربند آنتیکم میبندیم روش که پیام صلح مقام عظما رو نقطه به نقطه برسونه به همه نقاط دنیا. دارم بهت میگم چند وقت یه بار میای افتتاحش میکنن. کهنه است بابا، کهنه است. بابا سر همین موشک آی دکتر مقام عظما کلی از دهقان تعریف کرد. کدوم دهقان؟ دهقان فداکار؟ نه دهقان مشنگ، وزیر دفاع نظام که بغل دستتون هم بر وایساده. آره عظما تعریف کرد. این مشنگ اومد فروتنی به خرج بده، کلنگ زد به ساختمون عظما، گفت اغراق میفرمایید. من که چیزی نیستم، منم یه احمقی هستم مثل شما. آیا دکتر الان شما تو استودیو تشریف ندارین، من باهاتون دهن به دهن نمیشم که چرا به مقام عظما گفتین احمق. این یکی رو داشته باشین تا آخر برنامه. ولی این که حرف خود شما بود که حالا که مقام عظما و حاجی رفسنجانی جنگشون بالا گرفته دیگه صلحم نمیشه، لشکرکشی رفسنجانی با صانعی و شوبیر زنجانی و وزیر اطلاعات و احمد مقدم، عظما هم با همون در دسته قبلی تیم قبلشون دارن میزنن تو پک و پوز همدیگه. خودتون میگفتین که لازمه یه جس اقتدار بگیریم. این موشک همون چیزی از همون حرف خود شما هست آیه دکتر. ممکنه یکی همون حرف تو رو بزنه، حرف درست هم باشه، ولی واسه ببینیم میفهمه چی داره میگه یا نه. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بازا بهادر عرض میکردم. بله میفهمودن که یه روزی رئیس دیوونه خونه 3 تا از این مریضاشو آورد واسه آزمایش که ببینه اینا رو ترخیصشو بکنه یا نه. به اولی گفت 2 تا، طرف گفت 7 تا. گفت برو بابا. به دومی گفت 2 تا، طرف گفت 3 شنبه. گفت برو بابا. خلاصه جفتشونو رد کرد. نوبت نفر سوم رسید، گفت 2 تا، طرف گفت 4 تا. خوشحال شد، گفت آفرین چجوری به این جواب رسیدی؟ گفت این که کاری نداره که 3 شنبه رو از 7 کم کردم. روشن شد یا همچین بذارم که 7 و 3 شنبه رو باید قاطی کنیم. اون قبلی 110 بود، این 313 است.
پس فرق میکنن. من از همینجا میتونم 313 رو بخونم. اون تا جایی که یادمه قرمز بود، این زرده. زردیش به خاطر وضعیت فعلی نظامه. ولی یه سوال، این که بعد از 110 اومده باید 111 میشد، فوقش 120 130 تو همین مایه ها. 313 از کجا اومد؟ این اسما چیه؟ اون یکی موشک هم که گفتن موشک ماهواره برای اسمش سیمرغه. برای ما خرچنگ و کلاغ و عقرب قشنگتر نیست قربونت برم؟ تو وارد این مقوله لازم نکرده بشی، بیخ پیدا میکنه. انگار از جیب تو زدن. بابا اسما رو یه جای دیگه دزدیدن، تو چرا صدات در میاد؟ آیه دکتر، الان که بحث اقتداره، یه سوال دارم. چرا میزنیم تو سر تیم مذاکره کننده و میگیم عقب نشینی های خفتبار کرد؟ خفت و خاک تو سر توافق هسته‌ای رو خود مقام عظما تایید کرده بودن. گفت ولی اینا تا یه جای دیگه ای باش رفتن. ظاهرش اینه که حرف عظما رو گوش کردن، باطنش اینه که دهن ما رو باز نکن دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن، بزن بهادر عرض میکردن بله، میفهمودن که مشنگه رفت امتحان رانندگی بده. افسره بهش گفت خب برو عقب بینیم. یارو بلند شد رفت عدلی عقب نشست. ماشین از شدت خنده ایربگاش باز شد. سوال آخر آیه دکتر، این طول کشیدن ترجمه برجام به خاطر همین موشک نبود که بتونن یه طوری تو ترجمه اجازهشو برای نظام بگیرن؟ نه خیر، اون خودش یه گلاب مستقل حساب میشه برای خودش. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن، بزن بهادر عرض میکردم بله، میفهمودن هر وقتی تو آرایشگاه آرایشگر زیادی داره رو سرت کار میکنه، اصلا فکر نکن دوست داره یا واسش خیلی مهم شدی. فقط بدون گلاب زده به سرت، نمیدونه چطوری جمعش بکنه. آیه دکتر، شما که امروز کاری نبود که با مقام عظما و با من نکرده باشین. دیوونه گفتین، احمق گفتین، الانم که عمامشو برداشتین و گلاب زدین به سرش. دیگه چه؟ من کاری نکردم. بیشین ببین تو عراق باش چه کار میکنن، ببین عکساشو از کجاها برمیدارن، چه بلاهایی سرش میارن. همشه میگه انگار بی خود کردی. این عظما اگر عظما شدنی بود که مجری استراتژیکی برنامه تلویزیونش تو نمیشدی که. من کاری ندارم که با مقام عظما